شب 5 مارت سال 2023 در شهر لاس وگاس امریکا نخستین نبرد رزمنده 32 ساله تاجیک لایق رجبوف در UFC، معتبرترین لیگ جهانی ورزش جنگال بدون قاعده یا MMA دایر شد. لایق رجبوف در نبرد نخستینش با رزمنده 26 ساله ارژانتینی استپان ریبوویچ که تا این نبرد 11 بار پیرو شده یگان نبردش را نباخته بود وارد رقابت شد. لایق رجبوف عملا در طول عرصه دوره رقابت بر رقیبش برتری داشت، هرچند در دوره دوم یک ضربه سخت را به جاغش سر داد و ریبوویچ توانست ابروی لایق را هم دراند و خونشور کند. داوران یک دلانه پیروزی را به رزمنده تاجیک دادند. لایق توانست در طول نبرد به 11 تیک داون نایل شود. این برای دبیوتانت‌های UFC رکورد است. گفته نیست که لایق رجبوف بدون آمادگی کافی به میدان برآمده بود. درباره آنکه او باید شب 5 مارت با ریبوویچ رقابت کند، رزمنده تاجیک همگی یک هفته پیش خبر یافت. در یک هفته آخر این الکی دومین نبرد رزمندگان تاجیک در UFC بوده. هر دو نبرد هم با پیروزی نمایندگان تاجیکستان انجام یافتند. شب 26 فوریه در همین لاس وگاس نورالله علیفی 23 ساله نخستین تاجیکستانی که با UFC قرارداد بسته بود با قرار یک دلانه داوران غالب نبرد با رافائل آلوس از برزیل اعلام کرده شد. این نخستین نبرد رزمندگان زاده تاجیکستان در این لیگ معتبر MMA و نخستین پیروزی تاجیکستانی ها در این لیگ بود.